خبرهای مهم تک. یه حماقت عجیب. مایکروسافت هفته پیش پشتیبانی از ویندوز 10 رو تموم کرد و این باعث افزایش انفجاری فروش مکبوک‌های اپل به اندازه 15% شد. این موتور پراید با 70 اسب بخار. ولی این یه موتور برقی 1000 اسب بخاریه که فقط 13 کیلوگرمه و توی کوله پشتی جا میشه و شرکت انگلیسی یاسا رکورد زده و اینو ساخته. شیائومی تازه یادش افتاده یه گوشی نازک به اسم 17 ایر بسازه، اونم وقتی که اپل و سامسونگ بیخیال گوشی نازک شدن به خاطر فروش پایینشون. تپسی واسه امنیت بیشتر سیستم تطبیق چهره با هوش مصنوعی رو اضافه کرده. اگه مسافر گزارش مغایرت بده، سفیر تا زمانی که چهرهشو با اپ تایید نکنه نمیتونه ازش استفاده کنه. چین گفته بلاگرای فضای مجازی باید مدرک و صلاحیت حوزه فعالیتشون رو نشون بدن وگرنه نمیذاریم کار کنن. دیوار دستیار فروش هوش مصنوعی اضافه کرده که وقتی میخوای چیزی بفروشی خودش بره با خریدار چک و چونه بزنه و تو درگیر نشی. ایلان ماسک رقیب ویکی‌پدیا به اسم گراکی‌پدیا رو معرفی کرد چون میگه ویکی‌پدیا سوگیری به نفع جریان چپ داره و خیلی چیزاش واقعی نیست. نظر شما چیه؟ پراتون بریز. ناسا با موفقیت واسه اولین بار جت مافوق صوت بی صداشو به پرواز درآورد. صداش در حد باز و بسته کردن در ماشینه، در صورتی که صدای مافوق صوت‌های قبلی در حد رعد و برق بود. کمیته فیلترینگ گفته حال نمی‌کنیم تلگرام و اینستا و یوتیوب رو رفع فیلترش کنیم. سرعت SSD مکبوک پروهای M5 جدید اپل 3 برابر نسل قبل، حدود 6 گیگ بر ثانیه. منوی استارت ویندوز 11 توی آپدیت جدید بازطراحی شده که راحت تغییرش بدین و قسمتاشو حذف و اضافه کنین. آیفون‌های بعدی اپل احتمالاً میتونن مستقیم به اینترنت ماهواره‌ای 5G وصل بشن. بقیه تو کپشن. هر هفته جمعه